شما اینجایید؟ مثلا تصور کنید که همایسازی نیست. به نظرتون رویاهایی که توی خواب میبینید چه معنی دارن؟ مثلا سقوط کردن تو خواب. جلوه هامون یه مقدار ضعیفه، قبول دارم. و امثال اینا چه معنی توی خوابتون داره؟ افتادن و سقوط کردن توی خواب به این معنیه که ممکن است احساسات ناامنی و کنترل خود را در بیداری از دست داده باشید. افتادن دندون ها تو خواب معمولا به نگرانی در مورد اعتماد به نفس یا ضعف در ارتباطات مربوط است. اگر اعتماد به نفست کمه با زدن دکمه سابسکرایب. بیا تو خانواده نکسل، اینجا همه دوستت دارن. اینجا هیچکس بدیاتو نمیبینه. اگه تو خواب میبینید که دارید با کسی مبارزه میکنید به این معنیه که تنش با دیگران داشتید و یا درگیری درونی دارید. اگر توی خواب حیوانات بهت حمله کردن یه سری ترس‌ها داری تو زندگیت که هنوز موندن. دیدن روح توی خواب به این معنیه که یه سری مشکلات حل نشده توی زندگی داری که توی خاطراتت عجیب موندن. به این مشکلات بگو قل. همچنان جلوه‌های بیجم و ضعیفه. اما اگر توی خواب میبینید که دارید غرق میشید به این معنیه که ضعف در ارتباطات دارید. اگه توی خوابت با خودت ملاقات کردی تبریک میگم دیگه، روانی جانی شدی. زیاد داری با آینده‌ات فکر می‌کنی رفیق من. اگه تو هم مثل من طرفدار لاک پشتای نینجا بودی این ویدیو رو لایک و چنل رو سابسکرایب کن.